Inna lillahi wa inna ilayhi roji'un. Albatta ما از خداوندیم و بر سوی او برمیگردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران عزیز و حاضران شبکه کاروان عمر. بر همه ما و شما معلوم است یکی از بهترین صنعتکار خلق تاجیکستان عبیدالله رجبوف از دنیا گذشتند و خداوند آخرتش را آباد کند و داخل جنت الفردوس گرداند. راستی من خودم مخلص این شخص بودم، زیرا همه نوارهایش، همه صنعت‌هایی که او تهیه میکرد، ایجاد میکرد خیلی شوق‌آور بود و البته خیلی مخلصانش زیاد بودند، زیرا مردی بود که همه را میخواست با یک چشم میدید، همه را میخواست که شاد و خرسند کند و بالاخره با آمدن وقت و ساعت علیکه این دنیا را پدرود گفت و این دنیا را ترک کرد. خداوند به اهل و عائله اش و فرزندانش و خانواده اش صبر جمیع نصیب گرداند و راهش را شاد، آخرتش را آباد کند. و برادران عزیز، نگفته نماند که همه ما میرنده هستیم و همه ما بر سوی خدا برمیگردیم. ایها الناس، ای مردم آگاه باشید، همه ما رونده بر سوی الله هستیم. خداوند ما را که از خاک خلق کرد، یعنی که ما را از خاک آماده کرد و باز به خاک می رویم. خب دنیای دو روزه هست. باید هیچ وقت و هیچگاه دل یک برادر خود را نرنجانیم و همیشه کوشش کنیم که بعد از مردنمان حتی گورکو به خاطر ما بگیرید. با سبب چی؟ با سبب و به خاطر آنه که فهمند ما در دنیا چگونه انسان خوب باشیم و البته بعد از دنیا گذشتن ما چنین انسان های یافت می شوند، میگویند که فلانی خوب بود. کاری کنیم که بعد از مردنمان رحمت گویند و در حقمان دعای خیر کنند، نه آنه که گویند فلانی مرد و ما خلاص شدیم. خدا نگهبان شما باشد.